سلام بچه، خوش اومدید به چنل دوغ سگ. امروز میخوام ببینم که چرا توی انیمه ناروتو کاراکتر ساکورا اینقدر هیت میگیره. امیدوارم این ویدیو خوشتون بیاد و خب بریم ببینیم. در مرحله اول ساکورا کیه؟ یه کاراکتر با موهای صورتی که جزو 3 کاراکتر اصلی انیمه هستش، ولی خب هیتای عجیبی بهش میخوره. بهش میگن بیورزه، سطل آشغال صورتی و این کسچرا. میخوام ببینیم خب چرا بهش میگن. مورد اول که ساکورا هیت میگیره سر مقایسه هستش. ساکورا اغلب با 2 شخصیت اصلی ناروتو ساسکه مقایسه میشه و بچه های مقایسه اوج کوزوژره. ناروتو از نسل آشورا، ساسکه از نسل ایندراست. ناروتو کوراما رو داره، ساسکه شارینگان داره. جفتشون از نسل تخم آگوروما هستن، دانای 6 طریقته. ساکورا کیه؟ ساکورا از نسل کیه؟ چیه؟ ساکورا از نسل هیچ کدوماشون نیست. یعنی ساکورا از یه نسل تخماتیک معمولیه که داره با نسل خداها مقایسه میشه. هیت خوردنش در رابطه با این مقایسه یه چیز کوس و شعره. کسایی که این موضوع هیت نه کوسخولن، بچه سالن، انیمه رو اصلا کامل ندیدن و فقط ساکورا ضعیفه، ساکورا در حد ناروتو ساسکه نیست. خودمون میدونیم. مورد دوم هیتا بابت بیورزه بودن ساکورا توی فایتاست. همونطور که میدونید اغلب میگن ساکورا بیورزه است و فقط بلده بگه ناروتو کمک. این موج، این هیت یه باگ عجیبی داره که اصلا کسخلا نمیفهمن، هیترهای کسخل نمیفهمن. قرومس آقا، اسم انیمه ناروتو شیپودنه. ساکورا داره اسم شخصیت اصلی رو صدا میزنه تا خودنمایی کنه کاراکتر اصلی. توقع داری ساکورا بلندش پینو بزنه؟ میخوای ناروتو هم با تخماش بازی کنه؟ حالا که اینطوری اسم انیمه هم میذاریم ساکورا شیپودن. بعد اصلا ابله، ساکورا نینجای پزشکه، حق مبارزه نداره. تا جای ممکن طبق قانون ساکورا باید زخمی ها رو بگیره درمان کنه و وظیفه شخصیت اصلیه تا خودنمایی کنه و بیاد شخصیت منفی رو بزنه. توی آرک پین همه ننشون صابون شده، کف زمین زخمی هستن. خب طبیعتا توی این سکانس ناروتو باید بیاد خودی نشون بده، شخصیت منفی رو بزنه، ساکورا به زخمی ها برسه. نه اینکه ساکورا قدرت طریقت رو آزاد کنه، با 6 تا گوی طریقت بیاد پین رو بزنه. اسم انیمه هم بشه ساکورا شیپودن. درکتون نمیکنم این هیتتون الان واقعا برای چیه. و تو مورد سوم هیتا سر اینه که ساکورا به عشق ناروتو جواب رد داد. خب نگاه اینجا هیترها کلا 2 قطبی میشن. از این طرف میگن ساکورا به عشق ناروتو جواب رد داد، ولی در این حال از شیپ ناروتو ساکورا متنفرن. و قرومس آقا، تکلیفتون رو مشخص کنید. الان شیپشون میکنید یا نمیکنید؟ اگر نمیکنید چرا میگین ساکورا برای چی جواب رد داد؟ وای، آدم دیوونه میشه. مورد بعدی هیتا یکم عجیبه. میگن ساکورا بین تمام کاراکترهای ناروتو توی دختراش ضعیف‌ترینه. داداش، سوناده موقع معرفیش اینقدر داغون بود از خون میترسید. هیناتا تو بیورزه بودن از نظر من رنگ 1. توی انیمه دلست از برج به یه شنل بافتنی آویزون بود. توی مبارزه با پین مثل کباب برگ به سیخ کشیده شد، فقط رفت دست و پا. تنتن هم که فقط اینجا بلد قاشق چنگال پرت کنه، اینو هم که فقط بلد تلپاتی کنه. من نمیدونم الان شما چه منطقی میگید ساکورا ضعیف‌ترین کاراکتر انیمه ناروتو هست، در حالی که ساکورا با یه مشتش یه منطقه رو بگاه داد و هاشیراما اعتراف کرد که ساکورا واقعا قویه. What monster strength. It might even be greater than Suna's. ببین، هاشیراما میگه ساکورا قویه، تو داری میگی ضعیفه. این اصلا با هر جور در نمیاد. دوستان، با تمام این چیزایی که من به شما توضیح دادم، به نظرتون اصلی ترین دلیل هیت دادن به ساکورا چیه؟ آفرین، ممه. آقا ساکورا تنها عیبش نداشتن ممه است. تخته، هیچی نداره. همونطور که گفتم سوناده از خون میترسید، ولی ممه 106 داشت. هیناتا از چاکرا نمیتونست استفاده کنه. برای اینکه از برج آویزون بمونه به یه شنل وصل شد
ولی ممه 95 داره. اینو فقط میتونه ذهن این و اونو تلپاتی کنه و بره تو ذهن این و اون، ولی ممه 85 داره. تنتین قاشق چنگال پرت میکرد ولی 75 بود. همه اینا بیارزه تر از ساکوران، ولی چون ممه داشتن ساکورا بیارزه تر. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد لایک کنید، چنل دوغ ساگ هم ساب کنید، منم برسونید به 1000 تا ساب. اگر منو به 1000 تا ساب برسید فیلم سوپر ناروتو رو تجزیه میکنم. خدافظ.